سلام خدمت همراهان عزیز پیج آیلینوس. قراره که با هم دیگه این لیف ساده رو ببافیم و ببینیم چطور میشه انقدر یه دست درش بیاریم. دقیقا شبیه لیفایی شده که من یادم مامانم وقتی بچه بودیم برامون میخرید، همینقدر تورتوری و یک دست. بریم ببافیمش. من برای بافت این لیف یه پترن طراحی کردم که از زنجیره، پایه بلند، بست و پایه وی هست. پایه وی من افزایشام رو با پایه وی میزنم که داخلش یه دونه زنجیره خورد. نکته ای که این پترن داره اینه که ما بین هر پایه بلندی که میزنیم، هر پایه بلند دقت کنید، ما بین هر پایه بلندی که میزنیم یه دونه زنجیره باید بزنیم. چرا؟ چون ما پایه بلندامون رو داخل این زنجیره ها میزنیم. حالا ببینید از رج 3 پایه های تکیه ما شروع میشه. این رج یه دونه پایه داریم، رج بعد 2 تا پایه داریم، رج بعد 3 تا پایه داریم، رج بعد 4 تا پایه داریم. به همین ترتیب پایه هامون اضافه میشه به همراه تک زنجیره شون. خب حالا ما از رج 5 باید جای پایه ویمون رو تغییر بدیم. چرا؟ میتونیم مثلا پایه وی رو تا آخر داخل همین بزنیم بریم بالا. افزایشامون فقط تو هم پایه ویا باشه دیگه. خب تغییرش ندیم. چرا من جاشو عوض کردم؟ چون میخوام که کارم دایره باشه، نمیخوام حالت چند ضلعی به خودش بگیره. خب حالا ببینیم کجا باید پایه ویمون رو بزنیم. نگاه کنید در رج 4 من 2 تا پایه بلند دارم. خب 1 2 3 تا زنجیره دارم. تو زنجیره وسط پایه وی رج جدیدم رو میزنم. حالا بافت رو انجام میدم. 1 2 3 تا پایه بلند میزنم، دوباره پایه وی. ببینید 1 2 3 توی زنجیره وسط خورد. این کار تو همه رجا تکرار بکنید. فقط یه نکته داره، اینه که برای اینکه پایه ویتون رو جاشو تغییر بدین این زنجیره ها باید فرد باشن. یعنی اگه زوج باشه نمیشه دیگه، باید فرد باشه. ببین الان این رج که من جای پایه ویمو عوض کردم 1 2 3 4 5 تا زنجیره دارم و 4 تا پایه بلند. توی سومین زنجیرم پایه وی جدیدم رو میزنم. یه رج بعد پایه وی رو داخل همین میزنیم، ولی دوباره رج بعدش جای پایه ویمون رو تغییر میدیم که شکل لیفمون دایره بشه، چند ضلعی نشه. فقط دقت بکنید که بعد از پایه بلندا هر پایه بلندی که میزنید، خب بعد از هر پایه بلندی که میزنید تک زنجیرتون رو بزنید. بریم ببافیمش. برای شروع میتونید حلقه جادویی بزنید. من 5 تا زنجیره زدم، یه حلقه درست کردم. خب و داخل این حلقه 8 تا پایه بلند و بینشون یه زنجیره تکی باید ببافید. یعنی 3 تا زنجیره به جای پایه اول، یه زنجیره فاصله، یه پایه بلند، یه زنجیره. این کار تکرار میشه. در مجموع 8 پایه بلند و 9 تا زنجیره داریم. با یه بست وارد زنجیره بعدی میشیم. شروع رج دومم 1 2 3 4 تا زنجیره میزنید. این 4 تا زنجیره‌تون رو یکم محکم بزنید، خب که بعد بافت سوراخ بزرگ تو کارتون ایجاد نشه. حالا چه کار میکنیم؟ میخوایم پایه وی بزنیم. داخل هر زنجیره یه دونه پایه وی باید بزنیم. به چه صورت؟ داخل همین زنجیره یه دونه پایه بلند میزنیم، ما بین پایه ویامون هم یه دونه زنجیره باید بزنیم. دوباره میریم تو زنجیره بعدی، یه پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند و یک زنجیره. به همین ترتیب تا انتهای رج میبافیم. خب رسیدیم به پایان رجمون. آخرین پایه ویمون رو زدیم، یک زنجیره رو میزنیم. حالا بستمون رو داخل این زنجیره سوم میزنید. میتونید 2 تا لوپش رو بگیرید، میتونید برید توی دل دونه بزنید. وارد زنجیره بعدی میشیم، زنجیره که بین پایه وی هست. یه بست میزنیم،
و رج سوممون رو شروع میکنیم. داخل پایه ویا یه دونه پایه وی میبافیم، به این صورت 4 زنجیره و داخل هم پایه وی رج قبل یه پایه وی. حالا یک زنجیره میزنیم داخل زنجیره تکی که ما بین ویا هست، یه دونه پایه بلند میزنیم، یک زنجیره میزنیم، میایم داخل پایه وی یه دونه پایه وی دیگه میبافیم، یه پایه بلند، یه زنجیره و یک پایه بلند. حالا یه زنجیره میزنیم، دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. ما بین ویا یه دونه زنجیره داشتیم دیگه، داخل اون یه دونه پایه بلند به علاوه یک زنجیره میزنیم. این کار رو تا انتهای رج ادامه میدیم. تا پایان رج 3 بافتمون به این صورت میشه. میبینید چقدر تمیز و گرد در میاد. حالا شروع رج 4. رج 4 میگه چیکار کنیم؟ رج 4 میگه که داخل پایه وی یه دونه پایه وی بزنید، داخل تک زنجیره ها هر کدوم یه دونه پایه بلند بزنید و داخل پایه وی دوباره یه دونه پایه وی بزنید. این رج پایه کوتاهامون و پایه بلندامون پایه بلندامون 2 تا میشن. ببافیم. پایه وی اولمون که داخل وی قبلیه 4 تا زنجیره میزنیم به اضافه یه دونه پایه بلند. حالا یه زنجیره میزنیم، میایم تو زنجیره بعدی یه دونه پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره، 2 تا پایه تکی داریم. میایم تو پایه وی بعدیمون یه پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند میبافیم. دوباره یه زنجیره میزنیم تو 2 تا زنجیره تکی بعدی هر کدوم یک پایه بلند میزنیم. این کار رو ادامه میدیم تا انتهای رج که با بست به 3مین زنجیرمون وصل میکنیم. خب اگه الان دقت کنید دیگه حالت یه خود داره حالت بافتمون از گرد در میاد. برای رج 5 باید جای پایه های ویمون رو تغییر بدیم. به چه صورت؟ خب بهتون گفتم که این زنجیره های بین ویا باید 3 تا فرد باشه. خب الان ما اینجا 3 تا داریم، 1 2 و 3 تا. توی دومیش ما پایه ویمون رو میزنیم، 3 زنجیره میزنیم به جای پایه اولمون، یه دونه زنجیره فاصله، میایم تو زنجیره بعدیمون دیگه اینجا وی نمیزنیم رو وی قبلیه. خب تو زنجیره بعدیمون یه دونه پایه بلند میزنیم، یک زنجیره میزنیم. حالا تو زنجیره بعدی افزایشمون رو انجام میدیم، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، دوباره یک زنجیره میزنیم، میریم داخل زنجیره بعدی، یک پایه بلند، یک زنجیره. داخل وی رج قبلمون چیکار میکنیم؟ یه دونه پایه بلند میزنیم، یک زنجیره، یک پایه بلند. خب ببینید بچه ها 1 2 3 تا پایه بلند باید بزنیم، پایه وی بعدیمون رو بزنیم به همین ترتیب. این رج 3 پایه بلند و 3 تا پایه و یه دونه پایه وی داریم. میگم 3 تا پایه وی داریم. خب یک زنجیره. حالا 1 2 3 تا پایه بلندم رو زدم، پایه وی بعدیمو باید بزنم، یه پایه بلند، یه زنجیره، داخل همون یه پایه بلند و یک زنجیره. ببینید به این صورت تا انتهای رج ادامه بدیم. رسیدیم به انتهای رج 5. حالا پایه وی آخر رجمون رو کجا بزنیم؟ گفتم دیگه این رج باید 3 تا پایه بلند داشته باشیم. 1 2 3 تا پایه بلندمون رو میزنیم، پایه ویمون رو میزنیم، یه دونه زنجیره،
یک پایه بلند، یک زنجیره و اتصال انتهای رجمون رو انجام میدیم. میتونیم داخل این دوتا لوب بگیریم. بچه ها میتونید توی دل دونه بزنید اتصالتون. پایان رجه پنجم. خب رجه 6 رو میخوایم شروع بکنیم. توی رجه 6 ما باید 1 2 3 4 تا پایه بلند بین پایه ویامون داشته باشیم. ابتدای رج چه کار کرده؟ اومده یه بست زده، رفته داخل زنجیره تکیه رج قبل، 3 زنجیره پایه بلند میشه، حکم پایه بلند داره، 1 زنجیره میزنه، میاد 1 پایه بلند و 1 زنجیره و پایه وی تو پایه وی رج قبل بافته میشه. ببافیمش. 3 تا زنجیره به علاوه 1 زنجیره فاصله میایم داخل تک زنجیره بعدی، یه دونه پایه بلند میزنیم به اضافه 1 زنجیره، به اضافه 1 زنجیره. حالا تو پایه وی یه دونه افزایش انجام میدیم، یه پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، دوباره 1 زنجیره. گفتم توی این رج چند تا پایه بلند داریم؟ 2 4 تا پایه بلند داریم. میبافیم. 1 پایه وی اولتون رو که بزنین دیگه با شمردن پایه ها کارتون راحته. البته این رج که پایه ویمون داخل وی رج قبل زده میشه. اینم وی رج قبلمون. افزایشمون رو داخلش انجام میدیم. یه پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند. به همین صورت تا انتهای رج میبافیم. وی تو رج قبل، وی رج قبل، 1 2 3 4 تا پایه بلند باید بینش بزنیم و 1 زنجیره. پایان رج 6مون به این صورت میشه. من دیگه انتهای رج رو بهتون نمیگم. انتهای رج زنجیره آخرتون رو که میزنید به زنجیره سوم بس میزنید، با یه بس وارد تک زنجیره میشید. خب الان میخوایم بریم رج 7 رو ببافیم. توی رج 7 باید افزایشمون رو جابجا بکنیم. رج 7 به این صورت 3 تا زنجیره میزنیم به حکم 1 پایه بلند، 1 زنجیره. حالا میخوایم ببینیم پایه ویمون رو کجا بزنیم. رج قبلمون 1 2 3 4 5 تا زنجیره ما بین تک پایه ها، ما بین تک پایه ها داشتیم دیگه. تو زنجیره وسطی که میشه زنجیره 1 2 3 بین دوتا وی رو حساب بکنید. خب بین وی اول و وی دوم حساب بکنید. بین زنجیره وسطشون پایه وی رج جدیدتون رو ببافید. بریم ببافیمش. خب 1 2 3 1 میشه 4 تا زنجیره به جای 1 پایه بلند و 1 زنجیرمون. خب الان روی بافتم هم ببینید. الان روی بافت بین این پایه وی و این پایه وی چند تا زنجیره داریم؟ 1 2 3 4 5 تا زنجیره داریم. تو زنجیره وسطی که میشه زنجیره سوممون یه دونه پایه افزایشی میزنیم. رج قبل ما چند تا پایه بلند داشتیم؟ 1 2 3 4 تا. این رج باید 5 تا داشته باشیم. یه پایه بلند میزنیم، 1 زنجیره داخل وی رج قبل، 1 پایه بلند. حالا 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره. الان توی این زنجیرمون که میشه زنجیره سوم بعد از وی باید یه دونه افزایش داشته باشیم. افزایشمون هم 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند هست. گفتم این رج باید چند تا پایه بلند داشته باشیم؟ باید 5 تا پایه بلند داشته باشیم. 1 زنجیره،
یک پای بلند، یک زنجیره، یک پای بلند، یک زنجیره. نخ من نخ لیف هست، نخ مخصوص لیف که از بازار شهر خودمون تهیه کردم. 1 2 3 4 از بازار شهر خودمون تهیه کردم، ولی یه فروشگاه داخل کرج کانوای مخصوص لیف رو داره که به صورت کیلویی میتونین بخرین. خب گفتم این رد چند تا پای بلند باید داشته باشیم بین ویا؟ 1 2 3 4 5 تا. حالا وی بعدیمون رو میزنیم، دیگه نیاز نیست ببینیم کجا باید بزنیم، چون گفتم که این رج 5 تا پایه بلند داریم. به همین صورت میبافیم تا انتهای رج. انتهای رجم آخرین پایمونه که زدیم و زنجیرمونو بستمون رو میزنیم و میریم برای رج جدید. بافت لیفمون تا پایان رج 7 به این صورت شده. میبینید چقدر یه دست و تمیز در میاد. حالا تو رج 8 باید چه کار کنیم؟ توی رج 8 ما باید 1 2 3 4 5 6 تا پایه بلند داشته باشیم. وی هم که تو وی رج قبل بافته میشه. ببافیمش. خب به جای پایه اولمون گفتم 3 تا زنجیره میزنیم و 1 زنجیره فاصله که میشه 4 تا. خب حالا میریم توی زنجیره بعدی، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، دوباره 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره. الان توی ویمون افزایشمون رو انجام میدیم. 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند. رج قبل 1 2 3 4 5 تا پایه بلند داشتیم. این رج باید 6 تا پایه بلند داشته باشیم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا یه زنجیره میزنیم، دوباره توی وی رج قبلمون یه دونه افزایش میریم. 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند. تا انتهای رج همین کار رو تکرار میکنیم. پایان رج 8مون به این صورت شد. ببینید بچه ها، وقتی میگم پایه افزایشامون رو وقتی توی وی مرتب بزنیم، این لبه کارمون میبینید به چه صورت میشه. به خاطر همین من گفتم که هر دو رج جای وی رو عوض بکنیم. خب چرا گفتم هر دو رج؟ چون اگه بخوای هر رج افزایشاتون رو جا به جا بکنید، بین این پایه ها نمیتونید بزنید. این زنجیره های بین ویا خب زوج هستن. دو رج که میبافین 1 2 3 4 5 6 7 تا الان زنجیره داریم. خب میتونی بین زنجیره میشه تو زنجیره 4م یه جدیدمون رو باید بزنیم. خب بریم برای شروع رج 9مون. خب ببینید توی شروع رج 9 وی توی دومین زنجیره زده شده، یعنی 3 زنجیرمون رو زدیم جای پایه بلند، یه زنجیرمون رو زدیم و افزایشمون رو توی زنجیره دوم زدیم. خب الان از کجا بدونیم که باید اینو اینجا بزنیم؟ خب این دیگه باید بیایم روی بافت نگاه کنیم. ببینید روی بافت که نگاه میکنین، این پایه ویمونه، اینم پایه ویمونه. چند تا زنجیره بینش هست؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا. ما باید تو زنجیره 4م بزنیم. پس زنجیره 4ممون کجا میشه؟ میشه 1 2 3 4می، میشه این وسط. اگه به این قسمت هم برخوردید دچار مشکل نشین.
خب حالا بریم رج 9 رو ببافیم. 3 تا زنجیر جای پای اولمون، 1 زنجیره، فاصله توی زنجیره دوممون افزایشمون رو انجام میدیم. به همین صورت حالا دیگه نیاز نیست ببینیم پای وی رو کجا باید بزنیم. رج قبل ما 1 2 3 4 5 6 تا پای بلند داشتیم. این رج باید 7 تا پای بلند بزنیم، بعد افزایشمون رو انجام بدیم. تا انتهای رج همین کار رو میکنی. 7 تا پای بلند که ما بینشون 1 زنجیره هست. 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه بلند. الان افزایشمون رو انجام بدیم. اگه دقیق نگاه کنیم میبینید توی زنجیره 4 میشه. الان افزایشمون رو انجام میدیم. 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند. تا انتهای کار، تا انتهای رجمون همین کار رو ادامه میدیم. یعنی 7 تا پایه بلند، 1 افزایش، 7 تا پایه بلند، 1 افزایش میدیم. خب من رج 9 رو تموم کردم. رج 10 هم شروع کردم. توی رج 10 ما باید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه بلند داشته باشیم ما بین افزایشیامون. خب توی رج 10 پایه های ویمون داخل وی رج قبل بافته میشه. خب دیگه تکرارش بستگی به این داره که میخواین چقدر لیفتون بزرگ باشه. خب و برای چه سایزی ببافین. الان من این لیفم برای خودم 11 رج بافتم که راحت دستم توش جا بشه، یعنی تکون نخوره، اصلا تکون نخوره. خب بعد این لیفو بزرگتر بافتم، 12 رج بافتم. به اندازه‌ای که میخواین دستتون توی لیف راحت باشه تعداد رجاتون رو تکرار بکنید. 18 تا پایه بلند در نظر گرفتم. چطور میبافیم؟ من ابتدای کارم 3 تا زنجیره زدم به جای پایه بلند. دیگه تک زنجیره نزدم چون خواستم کنار کارم صاف در بیاد. میتونید که تک زنجیرتون رو هم بزنید. خب حالا به چه صورت میبافیم؟ 3 تا زنجیره میزنیم به جای پایه بلندمون. میایم توی زنجیره دوم 1 پایه بلند میبافیم. 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره. 18 تا پایه بلند باید داشته باشیم که ما بینش زنجیره باشه. من 18 تا پایه بلند زدم که ما بینشون زنجیرم هست. فقط این اولی رو زنجیر ما بینشون نزدم. حالا 1 2 3 بافتمون رو برمیگردونیم. اینجا میتونید 1 زنجیرتون رو بزنید ولی من نمیزنم. حالا میریم داخل تک زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیر، 1 پایه بلند، 1 زنجیر، 1 پایه بلند و 1 زنجیر، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره. تا انتها این کار رو ادامه میدیم. به انتهای رج رسیدیم. چی کار میکنیم؟ من اینجا اون رج 3 تا زنجیره فقط زدم، 1 تک زنجیره رو نزدم. حالا اینجا 1 زنجیره میزنیم و میریم داخل این دونه اولمون و پای بلند آخرمون رو میزنیم. به این صورت میشه. حالا دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم داخل این تک زنجیره، بافتمون رو ادامه میدیم به همین ترتیب. فقط دقت بکنید که هر رج 18 تا پایه بلند داشته باشین
بیشتر از این نباشه، چون اگه بیشتر از این باشه حالت زوزنقه میگیره کارتون. دقت هم بکنید که کنارهای بافتتون صاف در بیاد. به این صورت میشه. ببینید من 10 رج بافتم. شما هر تعدادی که دوست دارید میتونید ببافید. خب من 2 طرف لیفم رو بافتم. حالا برای وصلش چیکار میکنیم؟ این سمت که به پشت میذاریم و این هم به این صورت میذاریم. 2 طرف روی کارمون خب بعد به این صورت باشه و از این گوشه شروع میکنیم به دور بافی کردن به این صورت که بهتون یاد میدم. خب برای اتصال چیکار میکنیم؟ میایم اینجا 3 زنجیره داشتیم به جای پایه اول، وارد زنجیرش میشیم و اینجا این پایه رو میگیریم و یه دونه زنجیره میزنیم، نخمون رو میکشیم و میدیم داخل. دیدین دادم داخل. حالا کناره بافتمون ببینید این حالت ها به وجود اومده توی این دوتا، هم از پشتی هم از جلوی. قلاب رو وارد میکنیم و پایه کوتاه میزنیم. دوباره اینجا اینو میگیریم و پشتیش 1 و 2. دوباره ببین فقط همینا میگیریم، این و پشتیش. توی هر کدوم از اینا 2 تا پایه بلند میزنیم و این کار رو تا این قسمت که به قسمت گردمون میرسیم انجام میدیم تا اینجا. خب من این قسمت رو بافتم، رسیدیم به این قسمت که حالت دایره داره. اینجا رو چی کار میکنیم؟ ببینید اینجایی که ازش پایه گرفتیم، پایه کنارمون رو بافتیم، قلاب رو از اینجا وارد میکنیم و از این پشتی خب یه دونه پایه کوتاه میزنیم، 1 زنجیره میزنیم. دیگه توی این قسمت گرد ما توی زنجیره هامون پایه کوتاه میزنیم 1 دونه خب، ولی ما بینش 1 زنجیره میزنیم. از زنجیره جلو، از زنجیره قسمت پشت وارد میشیم، میبافیم، 1 زنجیره میزنیم، دوباره 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره. این کار رو تا انتها ادامه میدیم. داخل زنجیره ها باف میزنیم، داخل پایه ها نمیزنیم. خب من دور بافی رو انجام دادم. به انتها که میرسیم هم میتونید بند بلند ببافین، بعد به این سمت وصل بکنین، همین که مثل من چند تا زنجیره بزنین. من تقریبا فکر می‌کنم 20 تا زنجیره زدم. 20 تا زنجیره میزنید و به این قسمت وصل میکنید. و 1 زنجیره میزنید و نختون رو قطع میکنید و بعد این نخ رو بدینش داخل بافتتون. خب اینم از لیف کاربردی و خوشگل ما که خیلی هم صاف و یه دست شد. بندش هم که اینم بعدا بدینش توی بافت. از این آموزش استفاده کنید و لذتش رو ببرید.